هموطنان عزیز وطنداشتlar، من رضا مریدی فیزیکدان و سیاستمدار کانادایی هستم که در شهر باستانی و زیبای ارومیه واقع در کنار دریاچه نیلگون ارومیه متولد شدم. سازمان مبارزه برای نجات دریاچه ارومیه یک حرکت بین المللی است که به منظور آگاهی عامه از فاجعه بزرگ محیط زیست که در جلوی چشمان همگان در شرف تکوین است به وجود آمده است. مبارزه برای نجات دریاچه ارومیه از دولت ایران می‌خواهد که برای حفظ دریاچه ارومیه و محیط زیست در آذربایجان اقدام کند. مبارزه برای نجات دریاچه ارومیه از سازمان‌های جهانی مانند برنامه محیط زیست سازمان ملل متحد، سازمان جهانی کشاورزی و خاربار و سازمان یونسکو می‌خواهد که از دولت ایران بخواهند که برای نجات دریاچه ارومیه اقدام فوری به عمل آورند. هموطنان، زندگی میلیون‌ها انسان و حیوان در استان آذربایجان و استان‌ها و کشورهای مجاور آن وابسته به دریاچه ارومیه است. مرگ دریاچه ارومیه فاجعه بزرگ محیط زیست نه تنها برای آذربایجان بلکه برای ایران و جهان است. هموطنان، اعتراض خود را با صدای بلند به گوش دولتمردان تهران نشین ایران برسانید. آیا وقت آن نرسیده است که دولتمردان تهران نشین ایران مختصری هم به فکر مردم آذربایجان باشند و از وقوع فاجعه بزرگ محیط زیست در این استان جلوگیری کنند؟ پاینده ایران، یاشاسن آذربایجان.